بسم الله الرحمن الرحيم. الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام صفات کمال خاص است برای الله متعال و ترزاتی که تربیت کننده کل مخلوقات است. لایق است که کتاب الله متعال برای بیان یکتاپرستی الله متعال آمده تا واضح بسازه که غیر از الله متعال کسی لایق عبادت نیست. اما چرا در اینجا در اول آغاز کتاب الله به اختصاص صفات کمال برای الله شده، بجای از اینکه بگویا لا اله الا هو یا لا اله الا الله بگویا الحمدلله گفته؟ کسی را معبود و اله مقرر کردن تقاضای زیر داره که انسان در مورد از او عقیده داشته باشه که او در ذات و فعل خود کامل است. تا وقتی که باور انسان در مورد یک چیزی با داشتن صفات کمال نباشه، او معبود یا اله مقرر نمیشه. از امو خاطر در جهان هر قدر مردمی را که میبینی پرستش سنگ میکنه یا از بت میکنه یا از چوب میکنه، از شخص میکنه یا از درخت میکنه، ستاره یا آفتاب و مهتاب پرستش میکنه، در موردش یک باور داره. و کدام باور و عقیده است که اینی چیز دارنده صفت کمال است، هم در ذات خود پوره و مکمل است و هم در افعال خود او را مالک و نفع و ضرر میدانه. از او خاطر برای از او عاجزی میکنه، تضرع میکنه و همین معنای پرستش است. معبود شناختن امر ضروری است، بلکه حقیقت است که تا وقتی معبود شناخته نشه و عبادت هم شناخته نمیشه. با کدام غرضی که الله انسانها را و جنیات پیدا کرده، او برای معرفت عبادت الله است، ولی معرفت عبادت الله موقوف بالای معرفت معبود است. کدام ذات لیاقت ازیر داره که عبادتش کرده شود و ما بندگی از او بکنیم. در معرفت معبود مخلوق خطا رفته. از امو خاطر متنوع مردم موجود است. کسی به بتا عقیده داره، کسی به ستاره ها، کسی به یک مخلوقی که به نظرش خیلی بزرگ معلوم شده، او را مالک نفع و ضرر خود فکر کرده و برای از او عاجزی میکنه، تضرع میکنه، حاجات و مشکلات خود به او پیش میکنه، او را مالک نفع و ضرر خود میدانه. تأسف در اینجاست که با وصف که دین مقدس اسلام ریشش از اینجا شروع میشه که ما شرک و نعوذ بالله شریک ساختن برای الله متعال ریشه‌کن بسازیم، میبینیم که در جامعه ما امی موضوع زیادتر رواج داره. در این روزا در بعضی جلسه ها و در روز جمعه این موضوع را من سوالم کرده بود و بیره تکرار میکنم. در معاشره مسلمان ها گناه ها وجود نداره زیاد علنا. امیال رمضان مبارک است، فاسق ترین شخص روزه گرفته، اموی که نماز نمیخوانه لیکن امروز روزه داره علنا، ولو که هر قدر آدمی بدبخت باشه در پیش روی مردم علنا روزه نمیخوره، شراب نمی نوشه، قمار نمیزنه، دزدی علنی نمیکنه. اموی را که ما گناه میگیم زنای عملی نمیکنه، فعلا در بین معاشره مسلمان ها موجود نیست. اما چیزی که خیلی عام و علنا صورت میگیره، به شکل رسمیش صورت میگیره، او شرک است. چی است بگی؟ در مزار به نام قبر علی رضی الله عنه شهرت پیدا کرده. چی پیدا کرده؟ حقیقت وجود نداره. پدری کسی ثابت کرده نمیتونه که اونجا قبر علی رضی الله عنه است. امور دین به چیزای خیالی و خواب و وهمی ثابت نمیشه. یک آدم بگویم من خواب دیدم. شما چی تصور داری؟ شخصیتی که خراسان و شام و ایجاره
در زیر تسلطش باشه، باز مردش در سر شتر بار شود دفن نشود؟ کدام حکم اسلامی را اجازه داده که مرده را دفن نکو در سر شتر بار کو؟ این در کجاست؟ شخصیت علی رضی الله عنه همونطور گذاشته شود، دفن نشود. در قصر اماره در کوفه دفن شده، اما امروز برای اغوا ساختن و گمراه ساختن مردم، مرکز بزرگ برای گمراهی مردم امروز در افغانستان به سطح او جای او قبر دیگه جای ما پیدا کرده نمیتونه، که سبب گمراهی مردم شده. روزانه بس هزارها نفر در گرد از او طواف میکنه و تا امروز در اذهان زنا و مردای ما امیسته که سخی صاحب برست، سخی صاحب تو را نگاه کنه، سخی صاحب اینطور کنه. تعجب در اینجا است. امی اهل سنت و الجماعت عقیده به این داره که بعد از پیغمبر علیه السلام افضل ترین شخصیت ابوبکر رضی الله عنه است و این را همونطور بی دلیل نمیگه که افضل ترین است. روزگاری که ابوبکر رضی الله عنه تکلیفا و مشقتها را برداشت میکرد، علی رضی الله عنه چوچه بود، بچه بود. و سختی ها را که ابوبکر رضی الله عنه به امر رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسیر دعوت متحمل شده، گوشه از او علی رضی الله عنه متحمل نشده و نه عمر رضی الله عنه متحمل شده و نه عثمان رضی الله عنه. افضلیت ابوبکر رضی الله عنه امر خیالی نیست، امر تحقیقی و واقعی است. ریشه گرفتن دعوت پیغمبر توسط ابوبکر است، کامیابی پیغمبر توسط ابوبکر است، نجات پیغمبر توسط ابوبکر است. ابوبکر شخصیتی است که جان، مال، خانواده همه را در خدمت دین قربان کرده. امروز اگر کسی میخیزه در این شک نیست که یک تعداد مردم به افضلیت علی رضی الله عنه قائل است. واقعا شخصیتی بود از نگاه علمش، از نگاه شهامت و شجاعتی که در مسیر جهاد انجام داده، در این شک نیست. لیکن کسایی که اولین است، اولین یکی دعوت که نو شروع میشه، آغاز میشه، یکی دعوت که تا یک سر حدی را میرسه باز یک آدم ظهور میکنه، زمین و آسمان فرق میکنه. مهم است که دعوت کی آغاز میکنه. آغاز کردن دعوت بسیار سخت است. بعد از اینکه چند نفر پیدا شوه هر کس میگه که برو یک 10 نفر خواست. این بسیار مهم است. ابوبکر رضی الله عنه در آغاز دعوت با پیغمبر است. کدام فضیلتی که الله برش داده. لیکن تعجب است در بین کل اهل تسنن یک روزم کسی نگفته که ابوبکر تو را شفا بده. نه 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 نه، این کلام گفته نشده. گفته شده یک پایگاه ابوبکر وجود نداره، یک کارتی ابوبکر وجود نداره، نه سم دلدلش وجود داره، نه نشان شمشیرش، نه قبه و عبا و کلا و بگوی موی مبارکش، هیچ کدامش وجود نداره. اما در این وطن که در هر جای قدم میزنی این شای مردان است، این سم دلدل است، این اوخور دلدل است، این اژدها است که کشته شده توسط علی رضی الله عنه. امروز مردم چه قسم دعوا داره که ما به کتاب الله و سنت رسول الله عقیده داریم. ما خمور بگم که دعوای محض غلط است، نادرست است. ما گفتم که شرک خطرناکترین پدیده، بزرگترین گناه که از او که دست فوق دیگه گناه نیست. از پیدا میشه تکاد السماوات یتفطرن و تنشق الجیست جبالو، قریب است آسمان ها بترکه و کوها چی شوه؟ شق شق، پاره پاره شوه. و زمین چی شوه؟ از بین بره. از دستی ازی ان دعوا للرحمن ولدا، که برای الله نازدانه را قائل است. مردمان نازدانه برای الله قائل میشن. چطور؟ نصارا کافر است به خاطر ازی که عیسی واری شخصیت علیه السلام ابن الله میگه و عیسی علیه السلام در پیش مردم کارایی را کرده خارق العاده، مرده را زنده کردن، کالبد روح انداختن به اذن الله متعال. از او خاطر او را ابن الله میگه. ما تو هیچ چیزش ندیدیم، ابن الله قائل استیم، نازدانه قائل استیم، اما تو خود کافر و مشرک نمیگی. الله نصارا را مشرک میگه اما تو مشرک نیستی. در تمام زندگی در نشست و برخاستید الله را فراموش کردی، الله را نشناختی، مالک و نفع و ضرر دیگه کسا را تو قائل هستی. لیکن این را در لباس چی؟ توسل.
در لباس وی کرامت، در لباس ولایت مردم تباه و برباد کردن. من دین روزم گفتم اصطلاحات یا تغییر دادن. ولایت نمیشناسن، کرامت نمیشناسن که ولایت و کرامت چی را میگه. آیا با معجزه پیغمبر میتونه مشکل کسی را حل بکنه؟ یک معجزه را الله به یک پیغمبر داده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بزرگترین معجزه قرآن است. تا روز قیامت احد امی قدر کفار دشمنی اسلام میکنه، یک کس نمیخیزه که یک آیت مثل قرآن کریم بسازه پیش کنه به جهان که ما در مقابل قرآن شما این آیت جور کردیم. نبی ای مسلمانان، کسی حاضر شده نمیتونه معجزه رسول الله است. اما رسول الله اولاد داده میتونه، شفا داده میتونه، حاجت کسی را پوره کرده میتونه. حتی برش معلوم نیست 50 روز مصیبت است، تهمت لگانده شده به زوجه مطهره رسول الله، کل امت در غم است، معلومات نیست. پیغمبر خبر نداره، از خود ضرر را دفع کرده میتونه. دندان مبارک شهید شده یا نه؟ روی مبارک زخمی شده یا نه؟ پایای مبارک بوتایش پر از خون شده یا نه؟ کاکای پیغمبر سید الشهدا حمزه رضی الله عنه امروی همکارانش در احد شهید شده. رسول الله نه حاجتیش دفع کرده نه ضرورتیش. پیغمبر اولاد خوردش بچه بسیار ضرورت داره، در پشت سرش 10 نفر بچه باید باشه، دعوت الله را پیش ببره، بسیار نیاز داره. اما میتونه یک بچهش به سن جوانی برسه؟ تقدیر الله امیسته به بندگان خود امیرت الله که سری انبیاء علیهم السلام کدام حالات و مصیبات میاره به می خاطر میاره که امت در مورد انبیاء علیهم السلام تصور نادرست پیدا نکنه، اندیشه و فکری غلط پیدا نکنه که انبیاء علیهم السلام حاجت روا و مشکل کشاست. قطعا کار نفی میشه. اما امروز چقدر مردم در شرک مبتلا است؟ شما بگویید. ما باز میشینیم این علمای ما داد میزنه، تمام روز دنبال ما را گرفته که مولوی صاحب شما را فلیدین آمین بالجهر، یهود و نصارا آمده، تو آورده ایشه. این ملت تعلیم ندادی، این ملت قرآن درس ندادی، این ملت نفهمانده که حاکم تشریع قانونساز تنها الله است. این قانونای ساخته شده بشر از عقل ناقصش نه ضرورات ما را پوره میکنه و نه قابل اطاعت است. خود تو ملاصب این ملت در تاریکی نگاه کردی، این را بدونی ملاصب الله قسم در روز قیامت جواب میدی. این مردم که در هر طرف اگر در شرک تحکیم حاکمیت واقع میشه، اگر در شرک ربوبیت و الوهیت واقع میشه، اول لنبر جاغگیری توسته. چرا که تو الحمدلله را برش تشریح نکردی، یا که نعبدو را برش تشریح نکردی. گذاشتی ملت که در دور قبرها چکر زده برون، اونجا میله ها جور کنه، محل اختلاط مردا و زنا جور بکنه. تمیم انصار را ببینه، شاید دوشمشیری را ببینه. آخر سرنوشت و انجام در کجا رسید؟ در پالوش جویشیر است مسجد نبوی، یک ملای گمراه اونجا به نام کدام طریقت تمام روز مردم گمراه میکرد. قرآن کریم به حساب و شماره ها تفسیر میکرد. این کدام تفسیر بود؟ این مردم بیچارگک برش نشسته است، لق لق سعی میکنه، کسی از دستش نمیگیره. ما به این دولت ایران هستم، ما هستم که اگر اینجا یک گپ بزنم مسئله جهاد بگویم بیا امر ما کم بگیره. اما اوی که ملت و مردم علنا صراحتا خلاف قرآن و حدیث، خلاف تفسیرها مردم گمراه میکنه، چرا بازداشت نمیشه و چرا جلوش گرفته نمیشه؟ مولا صاحب سر ما انتقاد میکنه. شما بگوید امروز شرک زیاد است یا گناه های دیگه؟ کدامش زیاد است؟ شرکی که ابد جهنم جایت است، قطعا در جنت نمیری. ایره بدانی انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، الله جنت سرش حرام کرده. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. گناهی که قطعا بدون توبه بخشیده نمیشه، چرا گفته نمیشه؟ الحمدلله را بیان میکنیم. ما از همون خاطر گفتم اصلی مقصد قرآن بیان لا اله الا الله است، که بندگان الله بدانه که فقط لیاقت عبادت با جز از الله متعال با هیچ کسی دیگر عبادت لایق نیست، فقط مستحق عبادت الله است. چرا؟ کمال ذاتی و فعلی در کی موجود است؟
ده الله. همه چیز دیگه محتاج است. او رب العالمین است. چقدر دلیل قوی بر ما میگه، چقدر دلیل قوی. نه ملک، نه پیغمبر، نه ولی، نه جن، نه انس، کلش در عالمین داخل است. موجودش کیست؟ الله. تربیتش کی کرده؟ الله. رحمت سرش کی کرده؟ او عدالت قطش کی میکنه؟ الله. همه چیز محتاج است. صفات کمال ذاتی و فعلی در کی موجود است؟ در الله موجود است، در چیزی دیگری نیست. لیکن چرا ملت در کدام گناه خیلی مستغرق هستند؟ یا علما کدام طرف میره؟ کی جواب میگه به الله؟ چه قسم جواب میگه؟ 10 سالم در مسجد تیر کردی، تو را به الله قسم مفهوم واقعی الحمدلله را به مردم تشریح کردی، تفسیر کردی.